سلام، پویا هستم. به قسمت دیگه خوش اومدید. توی قسمت قبلی در مورد راه اندازی نود و راه اندازی پروژه ریاکتی صحبت کردیم که من گفتم بیشتر از یارن استفاده میکنم. چند تا از دوستان توی دیسکورد به من گفتن که بیا از طریق NPX اون اروری که داشتش رو برطرف بکن. خب من قصد دارم این ارور رو برطرف کنم و بعدش بیام دونه دونه فایل ها رو معرفی بکنم تا آشنا بشید با فایل ها. البته فایل ها و بخش هایی از فایل ها که لازم هست رو معرفی میکنم و خب یه سری رو اسکیپ میکنیم یا یه سری رو شاید خیلی کم بهش اشاره بکنم فقط. خب اول از همه من اومدم برای خودم یه دونه مای npm ریاکت درست کردم و خب اینم اروری که بودش. اومدم اول npm که ریاکت اپ مای npm ریاکت رو زدم و خب این ارورها اومد. حالا من کجام؟ تو پوشه یوتیوبم. این قرار بود تو چه پوشه ساخته شه؟ قرار بود تو پوشه مای npm ریاکت ساخته بشه. خب پس یه cd مای npm ریاکت. خب حالا npm start یا npm run start. خب این میزنیم. خب اینجا یه کمی طول میکشه تا این راه اندازیش بشه، بخاطر این من ویدیو رو اسکیپ میکنم. خب اینجا با یه ارور مواجه شدیم. حالا ما بریم اینجا لوکال هاست 3000. خب یه ارور داد، ارور که جلسه قبلی هم داده بود، وب ویتالز. خب من اینو کپی میکنم، میام اینجا کنترل سی میزنم که بیاد بیرون. npm i یا npm install npm i وب ویتال. این چی میگفت؟ خواستم ترجمهش کنم. چیزی که بود داشت در مورد نبود این ماژول میگفت. نکنید ماژول not found error cannot resolve web vital. این نمیتونست پیدا بکنه. چرا؟ چون نصب نشده بود. الان نصب شد. خب من یه بار دیگه این پروژه رو میخوام رانش بکنم. خب من دوباره ویدیو رو اسکیپ میکنم. خب پروژه این بار به درستی ران شد و بالاتر هم که بریم میبینید که همینا بود تو CMD بود که من اومدم MPMI Vitals زدم به Vitals و هر چقدر اینو رفرش بدیم دیگه اوکیه. هیچ کوکی خاصی هم نداره. حتی میبندیم، آدرس رو کپی میکنیم اینجا هیچ اروری نداره. خب این از حل این موضوع. خب من میام اینجا، اینا رو دونه دونه هر کدوم جداگانه میخوام باز کنم، جفتشون رو معرفی بکنم که دیگه توی ویدیوی بعدی نیاز نباشه که دوباره بخوام بیام اون یکی رو معرفی بکنم. خب این مایه که روش یارنه. ببینید یارن لاک داره ولی این یکی یارن لاک نداره. خب چیزی که هستش، اول من بدون یارنه رو بگم فکر میکنم بهتر. خب یه پوشه پابلیکه که اینجا مثلا شما وقتی میزنید لوگو 192 فلان یا حالا مثلا آیکون و به راحتی اینجا به عنوان دایرکتوری اصلی میتونید معرفی کنید. شاید فکر کنید که این توی src میخوندش و خب این لوگو svg مثلا فلان اینا این اینجا هست. آره ولی خب تصمیم گرفتم که بیام اولین NPM رو بگم. خب اینجا یه فوایکن داره، یه ایندکس HTML داره و یه سری چیزهای مختلف و یه سری فایل کلا اینجا میبینید. اولا که توی این دوره فکر نمی کنم با تست نویسی کار بکنیم.
احتمال زیاد کار نکنیم. و در رابطه با چیزای دیگرش مثلا الان چیزی که قرار بدونیم یه ایندکس HTML، اینو قرار بدونیم. در واقع همه چیز قرار توی این فایل قرار بگیره. حالا چی قرار توی این فایل قرار بگیره؟ یعنی کدوم فایل از پروژه SRC قرار تو اون قرار بگیره؟ ایندکس قرار بگیره توی این ایندکس. و چی قرار بگیره توی این ایندکس؟ این قرار بگیره که توی جاوا اسکریپت نمیدونم تا چه حد با ایمپورت ها و اکسپورت ها آشناییت دارید، ولی فکر میکنم اینجا خیلی راحت‌تر بفهمید، راحت‌تر درکش بکنید. چیزی که هستش الان ما یه اپ جی اس داریم. خب ما با اپ جی اس کار داریم. در واقع اینجا ایندکس جی اس داره اشاره میکنه به تگی به اسم اپ، المنتی، حالا المانی به اسم اپ که از کجا اومده؟ از اپ. و وقتی ما میگیم اپ یعنی اپ جی اس خودش تشخیص میده. و بقیه چیزا هم که میبینید چجوری ایمپورت شده فایل CSS و خب از این بگذاریم میایم اینجا. اپ جی اس اومده یه فانکشنی تعریف کرده، در آخر گفته export default app. اپ چیه؟ اینه. و این اکسپورت که گرفته اومده اینجا ایمپورتش کرد. پس به این سادگی ما این موضوع رو فهمیدیم و در نهایت اینجا هم که میاد داخل روته میریزه همه چی. خب بریم سمت اپریس. خب یه اپ CSS داریم. اپ CSS توی اپ JS خونده شده و روش تعریفی عکس یا لوگو به این شکل هستش. توی ریاکت JS میتونید اینجوری آدرس بدید، میتونید هم مثلا مستقیم لینک بدید و روش های دیگه ای اگر هستش که مثلا از سمت سرور از طریق API بگیره، در اصل اونم باز لینک. خب به شکل کلی اینو گفتم. خب توی این یکی پروژه چیزی که هستش باز دوباره شبیه همونه، شبیه همون پروژه است و همه چیز تقریبا یکی. چیزی که اگر مونده من بگم این قسمت پکیج جیسون. خب من از کجا میفهمم باید بزنم npm start یا npm run start؟ یه بخش اسکریپتس داره که npm start، npm build، npm test، npm eject و یه سری دپندنسی ها هست. حالا چیزی که نصب باید بشه و شده یا حالا هرچی، ورژنش، اسمش. با این پایینی کاری نداریم، با اینا اصلا کاری نداریم. فعلا تمرکزتون روی اینا اصلا نذارید. چیزی نیست که بخواد حتما لازم باشه که کامل بلد باشید، کامل تسلط داشته باشید. نه اوکیه. در مورد ESLint هم در آینده آشنا میشیم باهاش که چجوریه، بیشتر برای کدای مرتب نوشتن. خب دیگه یه ریدمی داره، ریدمی که خب معمولا توی گیت هاب هم سورس دانلود میکنیم، معمولا همه ریدمی میذارن. یه یارنلا که دقیقا مثل پکیج جیسون میمونه. البته پکیج نمیدونم اسمش چی بود، حضور ذهن ندارم. پکیج لاک جیسون، حالا اینجا شده یارن لاک. خب یارن لاک که اینجا مهم نیستش، اصلا مهم نیست که اینا رو بدونیم چجوریه و چجوری هست نیست. اینا خودش میدونه چه نسخه چی و از کجا گرفته، چجوری بریزه، چی پیش نیاز هست نیست، همه کارا رو خودش میکنه. مدیریت پکیجا رو انجام. یه گیت ایگنوره که ما میخوایم پروژه رو آپلود بکنیم و همین موارد. خب این از آشنایی اینا. و حالا یه بخش دیگه ای هستش توی گیت هاب من که بیاید BTF کبیر هست، میتونید حتی توی گوگل سرچ کنید، راحتی میاد اینجا. حتی این دشت ها هم نذارید میادش. خب BTF کبیر که بزنید ریپوزیتوری ریاکت توتوریال، اینجا پلیلیستمونه و یه قسمت داره به اسم برنچ. از توی اینجا لسن ها رو میتونید دونه دونه ببینید. الان مثلا اگر دیدین لسن 2 وجود نداره، لسن 0 وجود نداره، یعنی مثلا مثال میزنم
برای این قسمت ما الان دیگه واقعا نیاز خاصی نداره، فقط همین نیاز بوده تا الان. و من از قبل اومدم اینو آپلود کردم و خواستم این بخش رو معرفی بکنم که بگم هر درسی که میدیم هر بخشی هست کدها اینجا قرار میگیره که من لینکش توی دیسکریپشن میذارم. و همین، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر نظری، انتقادی، چیزی بود حتما بگید تا من بتونم براتون ویدیوهای بهتر و دوره‌های بهتری برگزار بکنم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو دیگه، فعلا.